احتمالاً رپ و کلاً جزء موسیقی پس حساب نمی‌کنی. رپ یه فرهنگه. نوع حرف زدن یک سیاه‌پوست مثل رپه. یو من کدو اینا اصلا جوری که حرف میزنن انگار دارن رپ میکنن. اصلا رپ ایرانی معنی نمیده. 99% تلفیق کلمه، اکسنت هایی که باید روی کلمه گذاشته بشه غلطه. خب برای چی من بگم برای چی؟ چرا من بگم برای چی؟ تو به من گفتی؟ چرا من اینجوری حرف بزنم؟ من این لهجه کجاست؟ آمریکاییه که اینجوری رپ نمیخونه که What do you want؟ دقیقاً همون جوری که داره صحبت میکنه میگه. من میگم اصلا رسالت موسیقی چیه؟ آیا اینه که فقط ما لذت ببریم؟ که من میگم اگه قرار بر این باشه این اتفاق داره میفته. یه ماشینی وجود داره به اسم مرسدس بنز. یه ماشینی هم وجود داره، اون ماشینایی که تو ایران درست میکنن چیه؟ پراید. چه دلیلی داره که مرسدس بنز بیاد تو ایران وقتی مردم دارن لذت میبرن از پراید؟ به خود از پراید لذت. به خاطر چی؟ چون کیفیتش پایینه. چرا کیفیتش رو فکر میکنم پایینه؟ چون که بنز سوار بنز شدن. وقتی شما رو سوار بنز نشدی از بچگی، اوکی، و تو خیابونی هم که میری 1 میلیون پراید وجود داره، یه دونه بنزم نیست، خب اینا خوبه دیگه. ناراحت هم نشین لطفاً از دست منو، ولی شاید یه الارمی وجود داشته باشه.